نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، در این قسمت از برنامه در مورد شرط قبولی عبادات و اعمال انسانها در نزد الله سبحانه و تعالی صحبت میکنیم. همونطوری که همه شما عزیزان میدانید، الله سبحانه و تعالی برای ما دو منبع را قرار داده است که باید ما از آن پیروی بکنیم و در همه امور زندگی خودمان در مورد این دو منبع و این دو دستور الهی که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، این عقیده رو داشته باشیم که باید از این دو منبع الهی بدون چون و چرا پیروی کنیم. خیلی از انسان‌ها در این زمان تصور می‌کنن که فلان شخص، فلان انسان، فلان دانشمند، فلان مخترع یا فلان شخصیتی که خدمات شایان و ارزنده‌ای برای بشریت انجام داده است، شاید میلیون‌ها دلار یا هر پول دیگری رو خرج فقرا و مستمندان کرده است، یا با اکتشافات و اختراعات خیش خدمات بزرگی رو برای بشریت انجام داده. آیا این انسان با این خدمات و با این اعمال خوبی که انجام داده است شایسته این است که وارد بهشت شود، بعد از مرگ مشمول رحمت الهی قرار بگیرد و از نعمتهای بیپایانی که الله سبحانه و تعالی برای مؤمنین در آن دنیا آماده کرده است این انسان هم استفاده کند؟ متاسفانه امروز در بین خیلی از جوانان مسلمان این فکر و این اندیشه رو نشر میکنن و پخش میکنن که فلان مخترعی، فلان کسی که به بشریت خدمت کرده است چطور امکان دارد که این انسان عذاب ببیند، این انسان وارد جهنم شود، این انسان در زندگی بعد از مرگ آسوده نباشد. ببینید الله سبحانه و تعالی برای ما انسانها راز موفقیت، راز رسیدن به جنت الفردوس و به نعمتهای بی پایان الهی را در پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و داشتن عقیده صحیح که بر اساس پایه این دو منبع الهی باشد، بر اساس قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد قرار داده است. به این معنی که یک انسانی اگر هر چقدر آدم خوبی باشد، خدمت کرده باشد به بشریت، خدمات شایانی انجام داده باشد، اما این انسان مشرک باشد، این انسان به الله سبحانه و تعالی شرک آورده باشد، این اعمالی که انجام داده است، این خدماتی که انجام داده است هیچ نفعی در آخرت برای او نخواهد داشت. زیرا در کامیابی و موفقیت انسان و رسیدن به نعمتهای الهی شرط اساسی که وجود دارد عقیده است و برای اعمال ما که در این دنیا انجام می دهیم شرط قبولی آن در نزد الله سبحانه و تعالی ایمان و اخلاص و نیت است. اگر یک انسانی در این دنیا همه بشر رو،
همه بشر رو کمک بکند، به آنها خدمت بکند، ولکن ایمان به الله سبحانه و تعالی نداشته باشد، ایمان به روز آخرت نداشته باشد، ایمان به این که بعد از مردن در پیشگاه خالق یکتای حاضر خواهد شد که در آنجا باید از همه اعمالی که در دنیا انجام داده است حساب و کتاب پس بدهد. همچین عقیده‌ای ندارد این انسان. در دنیا خدمت کرده است، نتیجه خدمت خود را در دنیا دیده است، مردم را تعریف کردند، رسانه ها خدمات او را به گوش جهانیان رساندند، همه به او احترام دارند، همه از او تقدیر کردند، در فلان دانشگاه به او دکترای افتخاری دادند، در فلان کشور به او مدال قهرمانی و خدمت به جامعه دادند. پس اون نتیجه اعمال خود را در این دنیا دیده است، ثنا و ستایش انسانها را در این دنیا دیده است. آخرت برای کسانی است که در این دنیا انسانهای خوبی بودند و به آخرت اعتقاد داشتند، ایمان داشتند، به غیبیات ایمان داشتند، به الله سبحانه و تعالی اعتقاد داشتند و اعمالی را هم که در این دنیا انجام میدادند برای این نبود که مردم از اونها تعریف بکنند، مردم از آنها تمجید بکنند، مردم به او تقدیرنامه بدن، مردم به او مدال‌های افتخار بدن، بلکه اعمالی را که در این دنیا انجام میداد برای رضایت پروردگار یکتا بود. این انسان در آن دنیا بعد از مرگ در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مستحق آن پاداش هایی است که الله سبحانه و تعالی برای انسانهای خوب که مؤمن باشند در نظر گرفته است. چگونه شما میخواهید امروز کسی که به الله سبحانه و تعالی اعتقاد ندارد، ایمان ندارد، اصلا زندگی بعد از مرگ را قبول ندارد، بعد از اینکه از دنیا رفت باید الله سبحانه و تعالی به او پاداش بدهد، به او جنت بدهد؟ یک مثال خیلی ساده خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما در یک کشوری زندگی میکنید، به قانون اساسی آن کشور احترام نگذارید، حاکم، رئیس جمهور، پادشاه، حالا هر کسی که میخواد در رأس قدرت باشد در این کشور، او را قبول ندارید، اصلا وجود آنها را هم انکار میکنید. بعد از اون آیا در اون کشور توقع این را دارید که از همه خدماتی که حکومت این کشور برای یک شهروند خوبی که به این حکومت رأی داده است، یک عضو فعال در این حکومت بوده است، در خدمات اجتماعی، سیاسی و غیره شرکت کرده است، رئیس جمهور را هم قبول دارد، حکومت را هم قبول دارد، قانون اساسی را هم قبول دارد، مشروعیت این حکومت را هم به رسمیت میشناسد و به دلیل این همه خدمات و اعتقاداتی که نسبت به این حکومت داشته است، از خدمات اجتماعی که این حکومت به شهروندان عرضه می کند بهره مند می شود؟ آیا شمایی که بر ضد این حکومت باشید و اصلا این حکومت را قبول نکنید، آیا این حکومت ها در این دنیا به شما اون خدماتی را که به شهروندهای خوبی که طرفدار حکومت هستند یا با این حکومت رأی دادن یا این حکومت را قبول دارن، حداقلش این است که حکومت را قبول دارن، ارائه میکنن، شما میخواهید از اونها بهره مند شوید؟ آیا این حکومت ها در این دنیا این عمل را انجام میدن؟ ولله مثل الاعلی. یعنی من نمیخوام این رو یعنی تشبیه بکنم با آنچه که با انسان ها در روز قیامت الله سبحانه و تعالی برخورد میکند، اما به خاطر اینکه موضوع یک کمی باز بشه برای بعضیایی که میاین در ذهن جوانان، والا ایدیسون خیلی آدم خوبی بود، خدمت کرد به بشریت، برق رو اگر برق نمیبود امروز یعنی انسان ها دچار مشکل میشن. چطور امکان داره که کسی مثل ایدیسون بره به جهنم؟ بله، مثل ایدیسون کسی میره به جهنم. چرا؟ چون اون اصلا اعتقاد به جهان آخرت نداشت، اعتقاد به الله سبحانه و تعالی نداشت. وقتی که اعتقاد نداشت چطور میخواید الله سبحانه و تعالی در اون دنیا بهش پاداش بده؟ اون در این دنیا پاداشش رو دید، از ورای اختراعاتی که انجام داد پول به دست آورد، شهرت به دست آورد، مردم بهش احترام گذاشتن و تا امروز هم کس ازش به نیکی یاد میکنن در همه دنیا، کافر و مسلمان. اما چطور اعتقاد دارید که در روز آخرت هم در پیشگاه الله سبحانه و تعالی هم
به او پاداش داده شود به خاطر چیزی که به اون اعتقاد نداشت، به خاطر بهشتی که به اون اعتقاد نداشت باید وارد بهشت شود. میخوام این نکته را خدمت شما عزیزان بیان بکنم که انسان باید بعد از اینکه پیرو قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگردد، باید همه اعمالی را که در این دنیا انجام میدهد با نیت، با اخلاص و طبق قرآن و سنت باشد. در همه امور از عبادات شروع میکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما یک سری اعمالی رو به عنوان عبادات فرض کرده است. آیا عبادت ها درجات مختلفی دارند؟ بعضی از عبادت ها فرض هستند، واجب هستند، سنت مؤکده هستند، سنت هستند، نوافل هستند، مستحبات هستند. همه اینا عباداتی است که الله سبحانه و تعالی برای ما فرض کردند. وقتی ما به عنوان یک بنده خوب، به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک مسلمان عبادتی رو می‌خواهیم انجام بدهیم، این سه نکته رو باید در عبادت مد نظر بگیریم اگر می‌خواهیم این عبادت ما مورد قبول الهی شود. نکته اول این که نیت. شخصی بلند می‌شود 10 رکعت نماز می‌خواند. این 10 رکعتی که خوانده هست نیت او عبادت نیست. نیت او این است که مردم به این بگویند که بله این آقا عجب انسان مسلمانی است، دارد نماز می‌خواند. در اینجا نیت برای الله سبحانه و تعالی نبود. نیت برای این بود که مردم تعریفش بکنن، مردم از او تمجید بکنن، یا به خاطر ریا هست، یا به خاطر اینکه مردم فکر کنن که این انسان مسلمانی است، انسان معتقدی است. نیت این شخص رضای الله سبحانه و تعالی نبوده است. نیت این شخص امور دیگری بوده است که در دل او، بین او و بین خدای اوست. ما نمیتوانیم، حالا شخصی میاد در کنار ما در مسجد نماز میخواند، در دل او چی میگذرد ما نمیدانیم. محل نیت قلب است. در قلب انسان عملی رو که انجام میدهد این عمل رو نیت میکند که این عمل رو برای چی انجام میدهد؟ برای الله سبحانه و تعالی یا برای بشر یا برای امور دیگری. اگر نیت شما خاص برای الله سبحانه و تعالی باشد، در آن صورت این عبادت شما به همراه شروط دیگری که ذکر خواهم کرد مورد قبول الهی قرار میگیرد. حتی ما میتوانیم همه زندگی خودمان را تبدیل به عبادت بکنیم. کاری که ما میکنیم، هر کدام از ما شغلی داریم. یکی دست فروش است، یکی تو بقاله کار میکند، یکی در کارخانه کار میکند، یکی در کارمند دولت است، یکی سرباز است، یکی پلیس است. در هر جایی که انسان وظیفه‌ای را انجام میدهد، شغلی را انجام میدهد، میتواند که همین شغل خود را تبدیل به عبادت بکند. چگونه؟ من در اداره کار میکنم. اگر صبح وقتی از خانه خارج میشم میگم بارالها به امید تو، با آرزوی موفقیت برای خودم به سوی این کاری میروم که هدف من رضای توست، هدف من خدمت به بندگان توست. آن کسانی که میان به این اداره برای حل مشکلاتشون با اخلاق، با خوشرویی، با جدیت مشکلات اونها رو حل میکند و از وقت خودش، از اعصاب خودش، از جان و مال خودش گاهی اوقات مایه میگذارد به خاطر اینکه خدمتی برای شهروندی، برای یک انسانی، برای یک مسلمانی فرق نمی کند، هر کسی که میخواد باشد. حتی نیکی کردن به حیوانات هم در نزد الله سبحانه و تعالی پاداش دارد، چه برسد به اینکه انسان به یک بنده الهی، به یک بشری خدمتی را انجام بدهد. وقتی این نیت شما بود، 8 ساعتی که 10 ساعتی که هر مقداری که فرق نمی کند شما در این شغل ایفای وظیفه می کنید، که انه شما در حالت عبادت هستید. مانند کسی که وارد مسجد می شود و شروع می کند به نماز خواندن، با اختلاف اندازه ثواب. انسان وقتی که نیت برای یک عملی انجام داده باشد و به خاطر الله سبحانه و تعالی این نیت را انجام داده باشد، پاداش خود را
بدون کم و کاست در نزد الله سبحانه و تعالی میگیرد و آن عملی که انجام داده است عبادت میشود. غیر از اون پاداش دنیایی که برای شما در نظر گرفته شده است، حقوق شما یا معاش شما آخر هر ماه برای شما میرسد، اون پاداش دنیاست. اما به خاطر نیت شما الله سبحانه و تعالی پاداش عبادت رو به شما میدهد. انگار که شما در حالت عبادت برای الله سبحانه و تعالی 8 ساعت در یک اداره‌ای بودید. نکته دوم اخلاص است. این که انسان عملی رو که میخواهد انجام بدهد خالص برای الله سبحانه و تعالی باشد. عبادتی رو که انجام میدهد و فقط برای الله سبحانه و تعالی باشد. در کنار ذات اقدس الهی کسی دیگری را شریک نیارد. اگر روزه میگیری به خاطر این نباشد که مردم بگن که به به عجب انسان مسلمانی است روزه گرفته است. اگر میری نماز میخوانی به خاطر این نباشد که مردم به تو بگوین که به عجب انسان متقی و پرهیزگاری است. اگر بیمارستانی درست کردی، پلی درست کردی، خدمتی کردی برای جامعه، به خاطر این نباشد که آن بالا اسم تو رو بنویسن که بیمارستان آجی آقا فلانی که در اینجا بیماران به طور رایگان علاج می شوند. چون اینجا عمل شما خالص به خاطر الله نبوده است. عمل شما به خاطر این بوده که مردم از شما تعریف بکنن، مردم از شما تمجید بکنن، مردم به شما بگن به به عجب انسان نیکوکاری، عجب انسان پرهیزگاری. پس در عملی که، در عبادتی که در آن اخلاص نباشد بعد از نیت، این عمل به نزد الله سبحانه و تعالی پذیرفته نمی شود. عبادتی رو که انجام می دهید فقط برای ذات اقدس الهی باشد، خاص برای الله سبحانه و تعالی باشد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو که ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو بگو و به همه امتانت بگو و به همه مسلمان ها بگو که نماز من، عبادتهای من، حج من، قربانی من و همه زندگی من، خواب، بیداری، کار، تربیت فرزندان، روابط زناشویی، همه زندگی لله رب العالمین، فقط برای الله هست، اللهی که پروردگار جهانیان است. اگر به اندازه ذره‌ای هم در عباداتتون، در اعمالتون اخلاص وجود نداشته باشه، این عمل در نزد الله سبحانه و تعالی پذیرفتنی نیست. در روز قیامت کسی که اعمال نیک و شایسته ای را انجام داده است اما در اون عمل اخلاص نبوده است، به خاطر الله سبحانه و تعالی نبوده است. الله سبحانه و تعالی در سوره فرقان آیه 23 به چه مثال میزند این عمل رو؟ میگه فجعلناه هباء منثورا، مانند گرد و غباری که پراکنده شده است در آسمان. گاهی اوقات وقتی شعاع خورشید از پنجره وارد اتاق میشه، خاصا انگامی که مادرها که الله سبحانه و تعالی حفظشون بکنه یا همسرانتون یا خواهرانتون دارن جارو میزنن، ببینید اینو گرد و غباری در امتداد این نور شما میبینید تو خونه. این رو در عربی بهش میگن هباء منثورا، یعنی گرد و غبار پراکنده. حالا شما بیایید هرچه دست بندازید به این گرد و غبار، آیا میتونید چیزی از این گرد و غبار رو تو دستتون بگیرید؟ کسی که اخلاص نیست در عملش، در عبادتش، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت این اعمال رو هباء منثورا پراکنده میکنه مانند گرد و غبار. میگه الان برو بگیر. یا عملی رو، عبادتی رو به خاطر مردم انجام دادید، در روز قیامت اون مردم ها رو هم میارن، شما رو هم میارن، میگن بروید اون عملی رو که انجام دادید به خاطر فلان و علان انجام دادید، برید بگیرید ثوابش رو، برید بگیرید پاداشش رو. اگر به خاطر ذات اقدس الهی انجام داده بودید، اخلاص بود، الله سبحانه و تعالی پاداش میداد. اما اگر به خاطر ریا بود، به خاطر مردم بود، به خاطر این بود که از شما تعریف بکنن، به خاطر این بود که از شما تمجید بکنن، الله سبحانه و تعالی میگه برو پاداشتو از مردم بگیر. آیا در اونجا کسی این جرأت و قدرت رو داره که
به شما خیری برسانه، همه بنده در اونجا گرفتار خودشون هستن. سومین نکته‌ای که باید در نظر گرفت در عبادت و در اعمالی که انجام میدهیم این که اعمال ما، عبادت‌های ما مطابق قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه، مطابق دستورات الهی باشد. هر عملی، هر عبادتی که مطابق قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشد، این عمل به درد نمیخورد. الله سبحانه و تعالی فرموده است که نماز صبح رو چند رکعت بخوانید، نماز ظهر رو چند رکعت بخوانید، بر دور کعبه مشرفه 7 بار طواف بکنید، حج رو در ماه حج انجام بدهید، روزه رو در رمضان بگیرید. انسانی آمد و در این عبادات کمی و بیشی قرار داد. گفت که خب من به جای اینکه 2 رکعت بخونم 3 رکعت میخونم، به جایی که 4 رکعت بخونم 8 رکعت میخونم. پس اینجا عمل مطابق قرآن و سنت نشد، عبادت مطابق قرآن و سنت نشد. الله فرموده است که این عمل را به این مقدار انجام بدهید، ما باید بگیم سمع و طاعه، چشم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که این عبادت را به این اندازه انجام بدهید، بدون افراط و بدون تفریط، میگیم چشم. مطابق فرموده الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عباداتمون رو انجام میدهیم. اگر به اندازه سر سوزنی از فرمایشات الهی و دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در امور عبادی سر باز زدیم، یا به خطا رفتیم، یا دستورات الله و رسولش را ندیده گرفتیم، این عبادت ما هیچ به درد ما نمیخورد. مانند همان گرد و غباری است که در آسمان پراکنده شده است و در روز قیامت هم توقع ثواب و اجر و پاداش نداشته باشیم. الله سبحانه و تعالی به من و به شما عزیزان این توفیق را عنایت کند که همه زندگی ما، مرگ ما، عبادات ما، رفتار ما، اخلاق ما مطابق قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني